اگه تو از کره، کیپاپ و کیدراما خوشت میاد متاسفم. anyways بگذریم. این علاقه‌مندی شامل گروه سنی 8 تا 15 سال میشه که عاشق آسیای شرقی هن. دلیل اول anyways بگذریم. خب این علاقه‌مندی اصلا از کجا اومد؟ بیایید برگردیم به 15-16 سال پیش، شاید بیشتر، که همچون شاهکاری و ایران تصمیم گرفت دوبله کنه و تو شبکه‌ها نشون بده. همه فنش شدن، همه عاشقش شدن. یه سریال جنگی کره‌ای که اصلا نگم براتون. کننده‌های ایران چی بیشتر از پول دوست دارن؟ پول بیشتر. و اومدن یه همچون شاهکاری به نام لواشک جومونگی درست کردن که قوقا کرد، حتی شاید از BTS الان معروف تر بود. خب اگه بخوام دلیل دوم بگم، میتونه تفاوت‌ها باشه، تفاوت‌های زندگی، تفاوت‌های رفتاری. اونجا تا ناموس خم میشن و میگن چوسم میدا، ببخشید، غلط کردیم، گه خوردیم. اما توی ایران خیلی فرق داره. من اگه توی ایران بری بگی غذای من آقا بدمزه است، نمیگن ببخشید و همون غذا رو پرت میکنن تو حلقت و تو گوشت در میارن و میگن گه نخور. دلیل سوم، برای این دلیل اگه بخوام بگم، تربیت متاسفانه نادرست خانواده هاست که بچه ها رو فقط طرد کردنشون توی قفس، توی خونه نگه داشتن و اجازه هیچ کاری بهشون ندادن که از این تفریحات برای یه فضای آزاد برای خودشون استفاده میکنن که خودشون رو رها کنن، که از دنیای واقعی فقط دور بشن. من خودم به عنوان کسی که اوتاکوه و انیمه میبینه، واقعا با انیمه دیدن میتونم از واقعیت فرار کنم و 5 دقیقه حداقل راحت باشم. و بریم سراغ کیدراما. اصلا کیدراما یعنی چی؟ کی به معنای حروف اول کلمه کره و دراما هم که خب دراما دیگه، مثل دراما، فیلم، سریال، چیزی که میبینی سریال آدم توش بازی میکنن. خب و 100% یه نوجوان ایرانی که تو این همه سختی داره بزرگ میشه، دلش نمیخواد یه فیلم بر اساس واقعیت ببینه که توش درد و رنجه. نه خیر. و 100% دلش یه چیز کلیشه‌ای و فان میخواد که وقتی یه نفر داره میفته از ناکجا آباد، شخصیت مرد ظاهر میشه و میگیرتش و شما شاهد 5 دقیقه یک آهنگ احساسی و چرخش دوربین دور اینا و باران هستید. و در آخر اگه بخوام بگم، با جوونا کاری نداشته باشید، بذارید هر علایقی که دارن رو پیش برن، بذارید اونجوری که دوست دارن تو این چند سالی که جوونن و تینیجرن بگذرن. 100% اگه بزرگ بشن یا خیلی پشیمون میشن و به خودشون هیت میدن، یا اینکه هنوز اون علاقه رو ادامه میدن و باهاش بزرگ میشن.